مرکز مطبوعات وزارت کورای داخلی تاجیکستان اخیرا خبر داد که شب 9 سپتامبر سال 2021 تخمینا ساعت 20:00 مرد 28 ساله ساکن جماعت در نویه عینی به خانه استقامتی مرد 26 ساله ساکن همین جماعت رفته از سبب مناقشه به میان آمده با کرد با خود داشته 11 مرتبه به اعضای گوناگون بدن او زده است. در نتیجه جبری دیده جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. یک ساکن جماعت در به پایگاه خبری بامداد خبر داد که حادثه در دهه اسکادر صورت گرفته است. یک ساکن دهه ساعت 2 شب همسرش را وقت ملاقات با یک مرد بیگانه داشته آن مرد جهتمند زنش را کردباران کرده است. نقل کرد او نسبت به گمان برشونده بر اساس قسم سوم ماده 32 و قسم یکم ماده 104 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام سوء قصد به کشتار پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد و او بر اساس این بند قانون از 8 تا 15 سال زندان تهدید میکند.